در باب دعا خواهران عزیز، باب الدعاء برفع الوباء والوجع، دعا برای برداشته شدن بیماری ها و دردها. حدیث از حضرت عایشه است، میگویند قال النبی اللهم حبب الینا المدینه کما حببت الینا مکه او اشد وانقل هماها الى الجحفه اللهم بارک لنا فی مدنا و سعینا. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت میکنند، مدینه مکانی بود، مکان بیماری ها، علل خصوص بیماری که خیلی که امروز میگیم ویروسی داشت که اکثریت صحابه ها از حضرت ابوبکر شروع کرده اومده بیمار میشوند و میگوین اکثریت شهری که کسلی ها داشت این مکه بود، در مدینه بود در آن زمان. و وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم آن وطن عزیز خود، دیار خود مکه را ترک میکنند و به امر پروردگار برای ساختن یک حکومت اسلامی، قوی کردن امت اسلامی به مدینه می آیند، وقتی صحابه ها از درد و از بیماری و به گفت امروزه از ویروس ها شکایت میکنند، پیامبر این دعا را میخوانند: اللهم حبب الینا المدینه کما حببت الینا مکه. پروردگارا، محبتی شهر مدینه را در قلب ما جای ده، همان گونه که محبت مکه را در قلب ما جای دادی یا از آن هم زیادتر. یعنی خدایم طرز بکن که ما همان گونه که مکه را دوست می داریم مدینه را هم دوست بداریم، یا حتی از مکه هم مدینه را زیادتر دوست داشته باشه. وانقل هماها الی الجحفه، و بیماری هایی که در اینجا هست به جحفه بکشان. تا امروز جحفه مکانی هست دورتر از مدینه که اکثریت عرب ها در آنجا زندگی کردن رو برای خود روا نمیبینن. میگویند پیامبر در حدیث گفته بودند که بیماری ها رو از مدینه به جحفه بر. و پیامبر میگویند خدایا به ما در مد و در ساعمان، یعنی در ترازوهایمان، در چینکهایمان خودت برکت ده. خواهران عزیز، این دوست داشتن وطن، دوست داشتنی که در آنجا تو به دنیا آمدی در قلب تو، در وجدان تو آفریده شده است. خواه و نخواه انسان جای زیستش را دوست می دارد، خواه و نخواه انسان وطنش را دوست می دارد و می خواهد در خاک وطنش باشد. ولی گاهی می شود که مثل محمد صلی الله علیه و سلم، مثل یوسف و موسی و ابراهیم و لوط و دیگر پیامبران، شما باید وطن را ترک کنید. وطن را نه به خاطر اون که شما آن زمین را بد می بینید، به خاطر اون که نمی گذارند شما در آنجا دینتان را برقرار کنید، ترک کنید. پیامبر وقتی که از مکه سفر می کردند به طرف مکه نگاه کرده میگویند خدایا تو شاهد هستی که من این شهر رو خیلی دوست می دارم. اگر اهل این شهر مرا خارج نمی کردن من اصلا خارج نمی شدم. من وطنم رو دوست نمی دارم. کسی می گوید باور نکنید، شاید از سوزش می گوید انسان خیلی وطنش رو دوست می دارد، جای زیستش رو. دوست نداشتن اونهایی که حاکمیت می کنن این چیزی دیگر است. نباید اونی که ظالم است دوست بداری، اما خاکت رو، وطنت رو، زمینت رو دوست داشتن در وجدانت هست و آفریده شده است. و البته که اگرچه مکه و مدینه هر دو در زمین حجاز بودن یا گفتیم در جزیره عرب بودن، به هر حال شهری که در آنجا بزرگ شدی، از 50 سال زیاد در آنجا زندگی کردی و دیگر صحابه ها وقتی به مدینه می آیند خیلی برای مکه پزمان می شوند، علل خصوص در سالهای اولی که در آنجا غمبغلی بود، مشقت بود، عذاب بود، خانه در خود را ترک کرده آمده بودند. بعضی ها فرزند و همسر خود را نتوانسته بودند با خود بیارند و پیامبر این را دیده پیامبر رحمت دعا میکنند، میگویند خدایا ما به مدینه آمدیم، محبت مدینه رو هم در قلبمون جای بده، اینقدر به وطن خود ما اشتیاق نورزیم، اینقدر برای او دلمون تنگ نشود و این بیماری هایی که در مدینه در هست اینها رو همش رو از اینجا دور کن. و در مدینه خواهران عزیز خیلی خیلی فریبگری در کیلو بود، فریبگری در چینک ها بود که
پیامبر برای این هم دعا کردند که پروردگار برکت دهد و این مشکلی های کیلو و خرید و فروش و اینها هم از بین برود. و این دوها یعنی هر جای سفر کردید، هر شهری که علل خصوص شاگردان ما الحمدلله همه تقریبا مهاجر هستند، خیلی دیدید که دلتون تنگ است، این دعا رو بکنید، بگوید خدایا این سرزمینی که من به خاطر تو به اینجا آمدم، در قلب من محبتش را جای ده، چگونه که وطنم را محبتش را در قلب من جای بدادی یا از آن زیادتر. اللهم حبب الینا المدینه کما حببت الینا مکه او اشد. و در دوامش باز دعا کردند که بیماری ها را پروردگارا از مدینه به جحفه ببر. و اینجا حدیث دیگر از خواهران عزیز، حدیث سعد ابن ابی وقاص که پس از هجرت در وطن بیمار می شوند. کمی درباره هجرت و کمی درباره این قصه الله نصیبمون کرده باشد، ان شاء الله درس دیگر باز صحبت میکنیم.